نمیافته، توپ میره زیر بان. با دست زدن سخت، حالا چه برسه که بخواه با رست بزنی اونجوری. بریم ما بقی ضربه ها رو هم ببینیم. حالا اینکه معمولی بود تقریبا. اینم تو همون مایه ها یه 2-3 تا ضربه خیلی خوشگل زدم، خیلی قشنگ بود. اونا رو ببینیم. خیلی سخته شده، یه بار تست کنیم. اینکه رست رو بذاری زیر دستت بزنی انصافا سخته. اینو خواستم با افه چپ بگیرم که بیاد، خوبم اومد ولی پات نشد. خواستم بیخیال بشم یه دیگه زدم ادامهشون، قشنگم در اومد. اون 2 تا ضربه تو ادامه همیناست که حالا یه ضربه یواش، خیلی یواش میره. خب واقعا سخته. حالا من میگم شما یه چی فکر میکنید. این ضربه سخته، این ضربه ببین کجا نگه میدارم. رست اصلا وای نمیسته. عالی، با رو میاد پشت شیش، قشنگ. اینم خیلی سخته. فقط ببین چقدر داستان داره نگه داشتن همون رست. ببین چند بار فقط افتاد از دستم، وای نمیستاد اصلا. ولی خیلی قشنگ با یه زیر ملایم اومدم پشت هفت. مرسی. خب اگه ویدیو قشنگ بود حتما لایک کنید، کامنت بذارید. هر ایرادی هم بود بهم بگید، من میخوام بدونم که چی کار کنیم که بهتر بشه.